یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این خطاب به بعضی از دوستان بزرگ و کوچیک، این فقط خاص جوان نیست، خیلی از بزرگان که پا به سن گذاشتند. میگه آقا تو با فلانی ها نگرد، با فلان اشخاص نشین، با فلان باند و با فلان قوم نشست و برخاست نکن. میگه من فقط با اونها میشینم. نگاه، من فقط با اونها میشینم، من کاری نمی کنم. من با اونها میشینم اما نمیکشم. من با اونها میشینم اما نمیخورم. من با اونها میشینم اما باهاشون نمیرم. کلمه نشستن برای نابودی تو کافیه. کلمه نشستن میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان. تو خبر نداری، تو از نماز صبح برگشتی اما شاید به نماز ظهر بر نگردی. تو از مجلس ذکر و مولود و درود و سلام بر حضرت برگشتی، شاید به مجلس دیگری راه پیدا بکنی، با همین هم نشینی فقط، بدون اینکه تو احساس بکنی اون ایمان تو رو دزدید. به مجرد هم نشینی. من میشینم اما نمیخورم، من میشینم اما نمیکشم، این اشتباست.